به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان گرامی، به برنامه داستان‌های حکمت‌آمیز خوش آمده. در مورد مردان حق، در معرفت و حقیقت بر روی آنهای باز است که در پادشاهان و اهل دنیا بر آنان بسته باشد. بسیارند کسانی که در این دنیا به سختی زندگی می کنند و حیات تلخ دارند، ولی در آخرت قله های بهشت نصیب آنان می شود و دامن کشان خواهند آمد. اگر عقل و تدبیر داشته باشی، دست شاهزادگان را در حبسگاه می بوسی و امید این که روزی از حبسگاه نجات یابد و چون به مقام و منصب بلند برسد، تو را نیز منصب بلند بخشد. تو نباید درخت گل را در فصل خزان آتش بزنی تا در فصل بهار گل برآرد و پیش چشمان تو منظره زیبا را جلوه دهد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.